ماجرای امروز مربوط میشه. دختری که روی مبل خونه‌شون ذوب شد. درست شنیدید، روی مبل خونه‌شون ذوب شد. شاید به نظرتون مسخره بیاد، ولی اگه داستانش رو بشنوید نظرتون عوض. سلام برای حال من محمد خداییم. به ماجرای امروز مربوط میشه. دختری به نام لیسی که برمیگرده به سال 2010. لیسی که به والیبال خیلی علاقه داشت، هر روز از شوق والیبال تمرین میکرد و خلاصه دختری شاد و سالم بود که یه اتفاقی براش میفته که دقیقا نمیدونم تصادف میکنه یا حین تمرین آسیب میبینه که دچار مشکل فیزیکی میشه، به کل زمینگیر میشه و دیگه نمیتونه راه بره. فقط قادر بوده گردنش رو حرکت کنه و همین دلیل خانواده‌اش باید خیلی ازش مراقبت کنه. ولی متاسفانه بعد چند سال خانواده لیسی کمتر توجهی به لیسی نمی‌کردن. حتی بعضی مواقع غذای کافی بهش نمیدادن که بعد از 12 سال یعنی سال 2022 خانواده لیسی که برای تعطیلات به مسافرت رفته بودن و بعد از گذشت چند روز به خونه برگشت. مادر لیسی یعنی شیلا فیلچر به تماس تلفنی با پلیس میگه وقتی خودش و شوهرش برای تعطیلات به مسافرت رفته بودن دخترشون فوت و بعد از گذشت چند دقیقه پلیس آمبولانس خودشون رو سریع میرسونه و چیزی که میبینن یک فاجعه. پلیس جسد نیمه برهنه لیسی رو روی مبل پیدا میکنه، اونم در حالی که دورش پر از مطبوع و ادرار خودش. بدن لیسی به خاطر زخم بستر روی مبل ذوب شد و بعد کالباس شکافی روی معده لیسی خون مبل پیدا می‌کنه. چون پدر و مادرش بهش غذای کافی نمیدادن مجبور بوده خون مبل رو بخوره و در آخر پدر و مادر لیسی به چند سال زندان موندن. خب برابر با آخر ویدیو رسیدیم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. نظراتتون در مورد این پدر و مادر برام بنویسید. عشق منید. لایک و ساب یاد